چیزی نیست. گریه نکنین، اشکاتون رو پاک کنید. این گستوزم بگین که خدای نکرده نخونی زمین. قوی باش. قوی. اسم منم امیره. امیر. آرزو میکنم کسی پیدایش شود که قلبت را از جا بکند و با خود ببرد هر جا که میخواهد و تو بعد از آن هیچ چیز نفهمی. آرزو میکنم اتفاقی در جایی دور نزدیکترین آدم را به خودت ببینی. آرزو میکنم چشمت به کسی بیفتد و همزمان با هم لبخند بزنی. میگم آبجی یه کاش به این دختره عباس آقا چی بود اسمش خدا؟ شیرین. شیرین خانم. آره شیرین. شیرین؟ اینی که نوشته شیرین بود؟ آره. شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. سلام. علیکم سلام. شما نمیدونین وقتی در میزنین بعد صبر کنین از اتاق بگم بفرمایین بعد در باز کنین؟ خب شاید سوال داشته باشم. ابن من معذرت میخوام. حق باشه من اشتباه کردم. سوالتون چی بود؟ واسه یه قضیه هندسه است. بعد میدونی آدم انگار تیفوس داره. پیش هر کی میرم سوال بپرسم یکی میگه کار دارم، یکی میگه وقت ندارم. بعضی مثلا نحوه تحدیثشون درست نیست. آدم مجبور میشه دیگه. به خدا فقط به خاطر اینه که نفوذ نشم. دیگه خسته شدم از نفوذ شدم. کوتاه و مفهوم. مثلا میخوای نگم بابا هیچکی کمکم نمیکنه. یه قضیه هندسه میخواستم هیچکی کمکم نکنه. تشریف بیارین. این چه مدل رفتار کردنه؟ اول میایین مزاحم میشین بعد یورایتون رو میکشین میرین؟ اداها چیه در میارین؟ آدمو عصبی میکنین. دفعه آخرتون باشه میایین دم در این کلاس در میزنین و بی اجازه در باز میکنین. متوجه شدین؟ حالا بفرمایین برین. میبینی امیر خان؟ میبینی چه آدمیه؟ اصلا زیاد مهربون باشی همین مرا چشمی افشان ز دست هیچ کس فکر هیچ کس نیست. من خیلی آدم تنهاییم. امتحان هندسه من، نفوذ شدن من، درجه زدن من، اینا برای شما چه اهمیتی داره؟ هیچ. از آن چشم از آن جهان بس فتنه خانم شیرین شما آدم رو عصبانی میکنید. منو عصبانی نکنید. من نقطه ضعف شما رو میدونم. هر آدم یه نقطه ضعفی داره. نقطه ضعف منم دوتاست. یکی این که محلم نذارم، یکی هم این که بزن تو سرم. نقطه ضعف شما هم انفجاره. خیال نباف امی. خیال نباف. میتونه آدم دیوانه میشنم. بابا درسته من گفتم کسافت هم اگه یه بار دیگه با شما حرف بزنم، ولی این دفعه دارم عین دیوونه ها با خودم حرف بزنم. یعنی با شما حرف بزنم، با خیالتون. بفهمید کنار شیخ خانم، بفهمید کنار. توی خیالمونم درامون نیستیم. خانم شیرین لطفا خیالتون از سر راه بنده بردارید.
اینجا سر خیال شماست؟ خیال بافیت بد نیست، خیال کن که خواهی رفت، همین که رفتی و مردم تلاش کن که برگردی و در کمال خون سردی مرا به خاک بسپاری. زیاد یاوه میگویم گره بزن زبانم را، زیاد از تو می نوشم بگیر استکانم را، بگیر هر چرا دارم ببخش هر چرا داری. ببینید خانم شیرین، ببینید من قبل از شما خیلی راحت بودم، میرفتم تو کوچه فوتبال بازی میکردم، از تو تلویزیون میدیدم، درسمو میخونم، حالا درسمو خونم ولی یه کاری میکردم نمرهشو میگرفتم. من به جز این ناصره هیچ رفیق جونجونی نداشتم. تابستونا میرفتم گلخونه بابام، 3 ساعت گلا رو آب میادم، 20 بار آب تنی میکردم. با من روزی 6 ساعت خطاطی میکردم، 6 ساعت. یا می نشستم کل قصه های مجیدو میخوندم، کلشو. بعضی ما از خونه میومدم بیرون، پیاده میرفتم تا پارک ملت، پارک سایی. یه بار رفتم توچال با پای پیاده، خیلی باحال. جمعه کومو نمیرفتم ولی میرفتم سینما. بعضی فیلم‌ها میشد بیشتر از 3 بارم میدیدم، اونا که قشنگ بودن. خیلی خانم شیرین بابا شما کی بودید یا اومدید ما این بدبختی ما شدید؟ ولی عشق انجیر نیست، زیتون تلخه، اینا حرفای من دیوونه است، خیالات وهمه. عشق آبی نیست، رنگی نیست، سیاهه. عشق درد قصه است، اشتباهه. علیا هیا ساقی هده کسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. امروز هم نبودین خانم شیرین، کی میدونه کجایین؟ از کجا میشه فهمید؟ پرسش مستقیم مایه رسوایی است، باید غیر مستقیم به پاسخ رسید. من نباید پیش پاسخ بروم، پاسخ باید به سوی من بیاید. من نباید پیش پاسخ بروم. چگونه؟ امروزم نبودین خانم شیرین. آخره تو میدونی چرا از خانم شیرین هیچ خبری نیست؟ ها؟ میدونی کجاست؟ ببین آخر من باید بفهمم خانم شیرین کجاست. من باید بفهمم زنده است، مرده است، اینجاست، اونجاست، کجاست؟ تو هیچ خبری ازش نیست. ببین آخر اگه بفهمم خانم شیرین کجاست، به خدا دیگه از خیرش گذشتم که گذشتم. این دیگه تمام میشه بره پی کارش. به جون خودم گذشتم که گذشتم. از خیرشم که بگذارم باید یکی دور و برم باشه. یه خیلی باید دور و برم باشه که من از تنهایی در بیاره. آره تو بگو آخر باید که تنها نباشم. کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها، کجایی این شب تاریک به روی ماه در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی.
دیگه نفهم. خدایا من کلن حالیم نیست. خدایا همه شواهد نشون میده که من آدم عقلمندی نیستم. خدایا به قرآن همه‌ش میتونی نبوده که کلن اصلا نخوام آدم باشم، نه؟ خدایا من این آخری ها خیلی اینو نصیحت کرد از اون نفهمید. خدایا من خودم از دست خودم عصبانیم. خلاصه لطفا خدایا یه کاری کنید من معنی کارمو قبل از اینکه انجامشون بدم بفهمم. اون مغز و این مخ ریشه‌ای بدبختی‌ها و بیچارگی‌هامو بفهمم. بالاخره خدایا ما هم بندتیم، دوست داریم بفهمیم. تاریکی نمیبینی من نشونت میدم، بیا دنبالم باز اسما رو یادت میدم که این بعضی وقتا رو شونه های توه، که بعضی وقتا میفته رو شونه های من. بگو اسمت و اسمت باید یادت بیاد، این اولین درسیه که من بهت میدم. همیشه یادت بمونه کجاست خونه، مهم نیست اونا دارن چی رو نشون میدن. زمان میگیره یکی قهرماناتو، زمان داره بهت میگه شبیه خودت شو. درختای بیریشه میرن با این طوفان، بده دستاتو خودم میشم ریشه تو. تو تاریکی نمیبینی من نشونت میدم، بیا دنبالم باز اسما رو یادت میدم که این بعضی وقتا رو شونه های توه، که بعضی وقتا سنگین رو شونه های من دیگه نباید بمونم تو اتاق آهنی. اون موقع برای اینکه شما رو نبینم باید میامدم این بالا. دیگه رو اصلا نمیخواستم من شما رو ببینم. حالا دیگه خودم نمیخوام شما رو ببینم. بخوام که دیگه نمیتونم. رفتیم. آره رفتیم. هوای روی تو دارم نمیگذارم، مگر به کوی تو این ابرها ببارند. چه باک اگر به دل بیغمان نبردم راه، غم شکست دلانم که میگسارند، غم شکست دلانم که میگسارند. هر که دیدم یاری داره من ندارم، شب که میشه خانه ای روشن ندارم. برم پیش خدا دادی برارم، من از کی کمترم یاری ندارم. امیر بچه قصت گریه دار شده. راستی یه سوال، اگه از شما خوش آمده بود، شما اصلا هیچی از من خوشتون نیومده بود؟ اصلا ممکن کسی توی رابطه عاطفی کسی رو دوست داشته باشه. شاید دردناکترین جمله دنیا این جمله کوتاهه که او مرا دوست ندارد.
شاید روزی به این نتیجه برسه که اون مرا دوست ندارد، ولی برای اینکه این جمله رو باش مواجه نشه به دروغ‌های دست میزنه. حالا که تو دنیای واقعی نمیتونم داشته باشمش، این تو که میتونم، و شروع میکنه به رویا ساختن، به فانتزی ساختن. خوش و خورم تمام شدن این اتفاق هم برای شما هم برای همه اونایی که دلشون میخواد امیر به شیرین برسه اتفاق شیرینیه، ولی برای خود شیرین شیرین نیست. خیلی خوب کار کردیم، به من کمبلی کردیم. من ازتون ممنونم که معلم نذاشتیم. اگه معلم میذاشتی خیلی دیر از سرم میافتادیم. بدین گونه بود حکایت خانواده ما که همه قصه هاش به سر رسید، اما معلم به هیچ جا نرسید. همه چی جوره، اما واسه هنوز ناجوره. گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را تا زودتر از واقع گویم گله ها را، گله ها را، گله ها را. چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت‌ترین زلزله ها را، زلزله ها را، زلزله ها را. پرنقش‌تر از فرش دلم بافته‌ای نیست. بس که گره زد به گره حوصله ها را، حوصله ها را، حوصله ها را. بگذار که دل حل کندی مسئله ها را، مسئله ها را، مسئله ها را. گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را